صدها تن از باشندگان ولایت تخار بر ضد معاون والی تخار تظاهرات کردند. صدها تن از باشندگان ولایت تخار در یک تظاهرات گسترده محمد فرید زکی معاون ولایت تخار را متهم به تفرقه اندازی در میان اقوام ساکنین ولایت و سوء استفاده از مقام دولتی کردند. این مظاهره کنندگان شاهراه تخار کندوز را بر روی ترافیک مسدود کردند و خواهان برکناری معاون ولایت تخار شدند. آنان هشدار می‌دهند در صورت عدم رسیدگی با خواسته هایشان به اعتراضشان ادامه می‌دهند و شاهراه تخار کندوز را برای ترافیک باز نمی‌کنند. از حوالی ساعت 9 صبح بدین سو صدها رده موتر و هزاران تن از مسافرین ولایت‌های تخار، کندوز و بدخشان در این تظاهرات گیر مانده‌اند و خواهان باز شدن این شاه را از سوی مقامات میباشند. با تلاش‌های مکرر محمد فرید زکی معاون ولایت تخار حاضر به گفتگو نشد، اما سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار ادعای مردم را رد کرده و گفت که هیئت را به خاطر حل این قضیه و باز شدن شاه را به محل تظاهرات فرستاده اند.